بعد 40 سال من آزمند جور شد آخر بروم تایلند. نیت من دیدن فرهنگ بود، گرچه میان دل و دین جنگ بود. تا که بلیت سفرم جور شد، بردم از این ملک به همراه خود حوله و سجاده و کفش و پتو، انبه و موز و رطب و قوتو. خوردم عسل فلفل و انجیر، موز پسته و خرمای بم و شیر. موز گو که شدم عازم میدان رزم که نه بس، سپس عزم جزم کردم و آماده این ره شدم، تا بن دندان که مسلح شدم. رفتم و با پای خودم عاقبت، وارد طیاره شدم عاقبت. داخل آن جای نشستن نبود، بود 200 مرد ولی زن نبود. بود 200 مرد ولی بیقرار، بود 200 مرد ولی بیقرار. گو که کشیدن 2 قرن انتظار. صورتشان سرد ولی رازدار، سرد چون نوشابه ولی گاز دار. قافله چون کوه لبالب مذاب، صد ترک خورده لبریز آب. تا که زد آنجا خلبان تیک آف، رفت برون کرم افاف از غلاف. هر که برون کرد سر از لاک خیش، چون علف هرز سر از خاک خیش. ایرپلن تا که رد از مرز شد، مهره تقوای همه هرز شد. جامه و شلوار همه شورت شد، بود سفر لانگ ولی شورت شد. ما همه رفتیم روی ابرها، مست نکرده همه توی فضا. بود چنین مستی و حال خراب، هدیه و پاداش کدامین ثواب. توی همین حال و هوا بود که ما سرمان گرم فضا بود، که ایرپلن خورد تکانی شدید، هر که 3 متر از سر جایش پرید. یک نظر انداختم از پنجره، زل زدم و دیدم از آن منظره. بال چپ ایرپلن سوخته، خشم خداوند برافروخته. پره و بال و موتور آتش گرفت، شعله به دامان سیاوش گرفت. آفرین، باریکلا. تازه جناب خلبان کرد فاش، ایرپلن وا نشده چرخ هاش. هر که سر جای خودش میخ شد، مو به تن ما همگی سیخ شد. مرگ بیامد جلو چشممان، ریخت ز آنجا همه پشممان. محفل رپ بندری و 6 و 8، مجلس سینه زنی و نوحه گشت. آفرین، مرسی. مجلس رپ بندری و 6 و 8، مجلس سینه زنی و نوحه گشت. رفت برون محمد خردادیان، گشت ایان صادق آهنگران. باریکلا. شعر و غزل روزه و مرثیه شد، پارتی ما حوزه علمیه شد. مستیمان زود همانجا پرید، نیز اثر انبه و خرما پرید. افعی اماره ما خواب رفت، از 3 عدد پا وسطی آب رفت. بنده در آن موکنان، بر سر و بر سینه 2 دستی زنان. پیش از این که بروم در کما، رو به خدا کردم و گفتم خدا، نیت من از سفرم آن نبود، کار بدی از تو چه پنهان نبود. فرض من این بود که در تایلند میشوم از آب و هوا بهره من. نیست شنا داخل دریا کنم، منظره و رود تماشا کنم. کی برم این که چی نیست. بکنم نخونم کلا بیشتر میخوام. نه بخون آقا بخون. نیستم آن گونه ندید و بدید، دست کردم کی به سیاه و سفید. کور شوم بینم اگر هو را، سر بکشم شیشه کافور را. قول شرف بنده که سالم رسم، بر در کعبه من خادم رسم. قبل سفر من صدقه دادم، 4 قل و حمد فرستادم. رد شدم از زیر کتابت جناب، تازه زنم پشت سرم ریخت آب. کار بد اصلا نکنم مرگ من، گر بکنم مرگ به نیرنگ من. ما همه سرباز توییم ای حبیب، نصر من الله و فتح قریب. تکبیر. تا که خدا سر خدا رو خلاص کلا گذاشتی. تا که خدا حرف دلم را شنید، دست از این فاجعه هم برکشید. آتش نمرود گلستان شد و ایرپلن فرش سلیمان شد و بال هما باز شده اعجاز شد. چرخ هواپیما هم باز شد. در دل تایلند فرود آمدیم، گو که دوباره به وجود آمدیم.
آفرین. روح پریده به تنم بازگشت، نیز همین که خرم از پل گذشت، داشت در آن ثانیه میکرد اثر قوت و انبه قبل سفر. آفرین. باریکلا. با ماسکتون برداریم، من بینم داری خنده میکنین، دارین کن فوش میدن. بعد حالا خلاصه چی شد؟ بعد مرا داشت در آن ثانیه میکرد اثر قوت و انبه قبل سفر، بعد مرا حال خوشی دست داد، سینه من را آتشی دست داد، کوه دماوند شد آتش فشان، گرمی انبه فوران کرد از آن، آب کف حوضچه فواره شد، نفس که لوامه بود اماره شد، عقل ز سر پر زد و بیخود شدم، مثل زلیخا که چنین شدم، توبه که کردم همهش پنبه شد، توبه شکستن سببش انبه شد، لغو شد آن عهد ز بی خود زبون، کلهم آن توبه که ان لم یکن، رود که طغیان بکند بیگمان، حضرت پتروس نشود سد آن، لیک که گفته است که شیطان عدوست، عامل بدبختی ما قوتوست، رانده شده بابت سیبی پدر، انبه که میخورد چی میشد دگر. خلاصه این که با همه این تفاسیر یه بیت میمونه، من پس از این نیز سفر میکنم، با صدقه رفع خطر میکنم. آفرین.